16مین سنت فراموش شده الوضوء عند النوم. سبحان الله، ایره کی میکنه در وقت؟ وضو کردن در وقت خواب است. عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه قال، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود طهروا هذه الاجساد طهركم الله، شما این جسد هایتان پاک کنید الله شما را پاک میکنه. فانه لیس عبد یبیت طاهرا الا بات معه ملک، میگه هیچ کسی شب خواب نمیکنه در حالی که وضو داشته باشه مگر اینکه الا بات معه ملک، که همراهش یک ملائکه شب تیر میکنه. فی شعاره، در کنارش لا ينقلب ساعه من الليل، که در هیچ ساعت شب امین نفر که به وضو خواب کرده پهلو دور نمیته الا مگر قال، که ملک برش میگه اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا، پروردگارا ای بنده تا ببخش این شب چی کرده؟ پاک خواب شب تیر کرده. سبحان الله. الالبانی صحیح الجامع، امام البانی در صحیح الجامع حدیث 3936 است. 17مین سنت از سنت های فراموش شده الابتسام، تبسم است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لا تحقرن من المعروف شیئا، از نیکی ها هیچ چیز حقیر فکر نکو، ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق، حتی اگر تو بتانی امو برادرت با پیشانی باز با ابتسام تو چی کنی؟ ملاقات کنی. سبحان الله. بسیاری کساست که میگه سلام علیکم میگن مثل که کت جنگ میکنن در پیشانیش 1111 نوشته است. این حدیثی است صحیح مسلم 2626. باز خدا بسیار دیندار میگیرن، بسیار بد اخلاق هم هستن. 18مین سنت که فراموش شده الصلاة فی النعال، نماز خواندن همراه بت‌ها. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت خالف الیهود، شما با یهود مخالفت کنین، فانهم لا یصلون فی نعالهم ولا خفافهم، میگه یهودیا با همراه از امو بت‌ها و پاپوش‌های خود نماز نمیخوانند، شما به همراه بت و پاپوشتان چه کنین؟ نماز بخوانید در بعضی حالات. حدیث ابو داود است و امام البانی در صحیح ابو داود در 652 را حدیث صحیح بیان کرده. 19مین سنت از سنت های فراموش شده عدم عیب الطعام، که رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت یک غذا را بدگویی نمیکرد. حالا بسیاری کساست ما شما متاسفانه بعض غذا که خوش ما نبه سرش بسیار تبصره میکنیم. چی میگه؟ میگه ما آب رسول الله صلی الله علیه و سلم طعاما قط، میگه هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و هیچ غذا را بد نمیگفت. کان اذا اشتهى شیئا اکله، وقتی که یک چیز اشتهاش میورد میخورد، و ان کرهه ترکه، وقتی که بعدش میامد نمیخورد. اما عیب نمیکرد که چی از شوله پخته کردین، بانجان پخته کردین، که کچالو پخته کردین، این بسیار بد است. این مخالف سنت است. صحیح مسلم میگه در حدیث 2064. 20مین سنت از سنت های منسیه الدعاء بعد الاذان، دعا کردن بعد از اذان است. من قال حين يسمع المؤذن، کسی که میگه بگوید که وقتی که مؤذن میگه و ان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، این باید بگه رضیت بالله ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگه کسی رو بگه گناه های قبلیش میشه بخشیده میشه. این هم در صحیح الجامع 6422 این امام البانی این است حدیث صحیح گفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.